این گوشی جدید آیفون 7 پلاسه که به احتمال زیاد در 16 سپتامبر به بازار عرضه میشه. همینطور که میبینید خبری از جک هدفون در این پایین نیست. این به خاطر اینه که در این مدل ها از اسپیکرهای استریو استفاده شده و این گوشی قابلیت سازگاری با هدفون های بیسیم با نام تجاری ایرپادز رو داره. این گوشی همچنین داره گواهینامه IP67 برای قابلیت ضد آب بودنه. در پشت این گوشی از دوربین دوگانه استفاده شده. ویژگی برجسته دیگه در هر دو آیفون 7 و 7 پلاس دکمه هوم این گوشی هاست که در اون دکمه‌های فیزیکی هوم در گوشی‌های سابق حذف شده و به جای اون از یه دکمه فورس تاچ استفاده شده. اگه می‌خواهید عملکرد دوربین دوگانه این گوشی‌ها رو در عمل ببینید، اول از اینجا برنامه دوربین رو باز می‌کنیم و بعد میتونید به این قسمت ضربه بزنید تا بتونید مقدار زوم رو مشخص کنید و بعد میتونید به کمک نرم افزار مقدار زوم رو با نگه داشتن انگشت روی صفحه تا 10 برابر افزایش بدید. و این هم ایرپادیه که قراره از اکتبر همراه با گوشی جدید آیفون ارائه بشه. ترجمه و دوبله کاری از گروه همرسان.